والله العظیم این حدیث خیلی ترسوار است، لیکن من باید این را بگویم چون که در بین ما هستند برادران کلانسال و جوانان و همه ما به نصیحت نیاز داریم. روایت است که ثوبان الله از او راضی باشد نقل کرده است که در یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است: من میدانم آدمانی را از جمله امتانم، از جمله مسلمانان، یأتون یوم القیامة بحسنات امثال جبال تهامة بیضاء، که می آیند در روز آخرت با عملهای صالحی از کوه بزرگتر و آنها با نور هستند. بعد پیامبر گفت: فیجعلها الله هباء منثورا، لیکن الله بزرگ و توانا آن عملها را به خاکستری کاشته شده تبدیل می دهد. آن عملها به خاکستر مبدل می گردند. همه عملهای صالحشان نیست می شود. صحابه ها گفتند: او رسول الله، صفتهای آنها را به ما بفهمان تا که این را نفهمیده از جمله آنها نباشیم. بعد رسول الله گفت: آنها برادران شمایند و آنها هم قبیله شمایند و آنها مسلمانان عادی نیستند. آنها آن کسانی اند که در نیمه شب از خواب خسته نماز میخوانند. چه گناهی که شما میخوانید؟ لیکن مشکلی در چی است؟ ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. این آدمان وعده خود را میشکنند وقتی که تنها مانند با من کرده های الله بزرگ. فکر کن آن مسلمان وقتی که دختر یا پسر تنها است در حجره و در روبرویش اکران نوتبوک، کامپیوتر یا تلفن موجود است، در این زمان او دست میزند به من کرده های الله بزرگ. در یک غزل زیبا گفته شده است: اما استحییت تعصینی اذا ما قال لی ربی، اما استحییت تعصینی و تخفی الذنب عن خلقی و بالعصیان تأتینی. اگر خدایم بپرسد مرا: مگر تو شرم نداشتی از من؟ مگر تو شرم نداشتی از فرمان من سرکشی کنی؟ گناهایت را از آفریده های من پنهان کرده بعداً با این گناه به نزد من بیایی. تو تخکف میشوی وقتی که گربه در حجره از راه گردد، لیکن نترسیدی که الله تو را نگاه دارد؟ مرا گوش کنید آن مسلمانان، مهم نیست فهماندن این. اگر گناه در تنهایی از سستی به عمل آید یا اینکه از خطاگی باشد، این معنای بر ضد الله برآمدن را ندارد. این گناه عادی به حساب می رود. لیکن تو گناه میکنی و میدانی که الله بزرگ تو را دیده ایستاده است و این تو را منع کرده نمیتواند و تو گناه را دوام میدهی. این معنای آن را دارد که تو بر ضد الله برآمده ایستاده ای و الله با این عملت همه عملهای خوبت را نابود میسازد. او برادران مهربانم، هوشیار باشید. چه گناهی که هوشیار بودند گذشته های ما. بگذار که الله به من و به شما توفیق عطا کند و بگذار الله به ما قوت بخشد تا که بسیار عملهای صالح انجام دهیم، ولی به حد هوشیار باشید تا که این عملها را قبول کند الله. و بگذار که الله بزرگ قبول کند عملهای من را و عملهای شما را.